بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام فرمود بسیار قوی است، بسیار زشت است کسی که مؤمن باشه، برای خدا و آخرت عقیده و ایمان داشته باشه، لیکن هر روز نماز وتیره را نخوانه. یعنی یک نماز وتیره که کسی که نخوانه اور شدید ائمه مذمت کردن. خب نماز وتیره چیه؟ این نماز دو رکعت نماز نافله است، دو رکعت نماز مستحبی است که بعد از نماز عشاء خوانده میشه. هر روز دو رکعت نماز نشسته، در حالت نشسته بخوانی بهتره. خب چرا وتیره گفتن؟ وتیره مگزی خاطر که این نماز ویتری کوچک شده است. یعنی نماز شب را وقتی که مو گویا که کوچک کردن در صورت نماز وتیره، لذا ایر مگه نماز وتیره بسیارم فضایل داره طبق احادیث. واقعا نماز بسیار ساده مختصر لیکن بسیار نماز پربرکت که خوبه. شاید خیلی هم میخوانن هم، لیکن با معرفت بیشتر بخوانه انسان. برای ازی 6 فضیلت ها بیان شده. اولنا فضیلت چی که کلانترین فضیلت چی موشه که بگی او یکی نماز شب منیزی خلاصه شده. هم زویر مگه وتیره یعنی ویتری خلاصه شده. و فرمودن کسی که گای موشه انسان شاو خواه موره، کسایی که اهل نماز شب هستن گای زونا نماز شب خلاصه ترک موشه، خواه مورن کلو خسته هستن. دیگه کسی که نماز وتیره را بعد از نماز عشاء خوانده باشه، احادیث مگه برای زومو دو ملکی که موکلی نماز وتیره هستن در جای زونا نماز شب را میخوانن، در جای زی نفری که خواه رفته یا خسته بوده. یا میتمنی احادیث فرمودن که اگر گو کس عموم شاو از دنیا بوره، خب خیلی هر شب دی حسابی چندین لگ نفر از دنیا مورن دیگه. حالا اگر این نفر عموم شاو از دنیا بوره، برای زی مرگی نوشته میشه که بعد از نماز شب از دنیا رفته. نماز شب یمزو شب برای زی نوشته میشه چون که نماز وتیره را خوانده. دویمنه فضیلت چی که اهل بیت فرمودن یک کسی که نماز وتیره را میخوانه با توجه و با معرفت چی، خدا نور قلب از او را زیادتر مونه. قلب از اون نورانی موشه، یعنی روحش قدرتمند موشه، از وسوسه های شیاطین نجات پیدا مونه و شیطان خیلی نمیتونه که این نفر را طرف گمراهی ببرد. و این یک نمازی واقعا زیبا. سیمنه فضیلت چی گفته شده که اهل بیت فرمودن کسی که نماز وتیره را میخوانه او رحمت الهی را طرف خود جذب مونه. و رحمت خدا همیشه مانند باران مبارد کل عالم هستی، لیکن نصیبی کسایی مشه بیشتر که سراغی علل و اسباب شماره که یک از او علتها و وسایل می نماز وتیره هستند. و وقتی که رحمت الهی شامل حال از این نفر موشه، باعث بخشش گناههای زی و باعث بخشش بسیاری بلاهای زی موشه. ایسه ایمنه فضیلت چی؟ چهارم فضیلت چی فرمودن که رزق را زیاد مونه. خصوصا که از او آداب چی که علی برایش مرزمونم کسی که نماز را بخانه رزق از او فراوان موشه، رزق مادی معنوی علمی شی. خیلی خوبه، رزق بسیار مهم است. حتی در بعضی طریقه های نماز گفته شده که هر کس او طریقه نماز وتیره را بخوانه امکان نداره فردایشی گرسنه باشه، حتما غذای زور خدا دزو میرسنه. پنجمنه فضیلت زیبای از این نمازیه که نواقص نمازهای واجب را از بین مبره. تو خیلی اهل بیت گفتن که هر نماز برای خو نافله داره دیگه. نمازی صبح 2 رکعت نافله داره، نمازی ظهر 8 رکعت نافله داره، نمازی عصرم 8 رکعت نافله داره و نمازی مغرب 4 رکعت نافله داره. فرمودن اگر گای هیچ کدام از اونها را هم نتانستین دیگه خیلی زیشته که امی 2 رکعتی ساده را نخوانین نشسته. حتما بیان. چرا؟ ای چون که نواقصی که منی نمازهای واجب ممنه. خب بازگیر مموشه نمازی واجب خانده منیشی حضور قلب نداشته یا خیلی متوجه نبوده یا گای مثلا جلایی خانده
حالا یا منی دیگه گو چیشی غفلتا نگو نقص منده، این نماز اونا را جبران منه، این نمازی وتیره. و ششمنه فضیلت زیبای زی نمازیه که فرمودن کسی که نماز را میخانه و در بستر خاو مره، خاو زوی خاوی بابرکت است. خیلی وساویس و خیلی خلاصه بلاها زو دور موشه، خاوی بابرکت و خاوی آرام نصیب شی موشه. لذا خوبه که مو پایبند از این نمازی ساده و مختصر باشی. و اما کد معرفت چی که بزرگای از مو فرمودن ای فضایل های عبادت ها را که اهل بیت فرمودن امیتا نگفتن، برای زی که شما در ذهن شما باشه وقتی فضایل اعمال را دانستین قدر یزو عمل در دلشم زیادتر موشه و لحاظا کد اهتمام و توجه بیشترمو عمل را انجام میدین. وگرنه بعضی خیلی درو میخوانن شاید، لیکن او چی عادت از اون جور شده. اهل بیت کی فضایل اعمال را مگن برای اینکه مگه عادت تو جور نشده، از روی تفکر و از روی اراده بخوان تا قدری از این عمل بیشتر بدانی و هرچی قدر شی بیشتر دانستی امو قدر فضیلت و آثار شی هم نصیب تو موشه. خب طریقه زی نماز چیه؟ طریقه زی نمازی که بعد از اینکه نماز اشاره خواندی امیتا نشسته 2 رکعت نماز میخوانی. مگه 2 رکعت نمازی وتیره میخوانم قربتا الله. مثلا هم تکمو در حالت تشهد نشستی منی نماز 2 زانو، امو حالت را نشستی نیت منی 2 رکعت نمازی وتیره میخوانم قربتا الله. در رکعت اول سوره حمد و امو در نشسته دی استنموشی، در حالت نشسته در حالت تشهد سوره حمد را میخوانی، از بعد اگو سوره مثلا سوره نازلنا را میخوانی، بعد در رکوع در حالت نشسته چیه کم ذره سر خطا میری، کم تا که ورده می رکوع حساب میشه، که البته بهتری که او قدر خم شونی که امی سر در مقابل زانو قرار بگیره، روی سجده نمیلی، روی مهر نمیلی، اما او قدر سر خطا میری که تقریبا نزدیک زانو قرار بگیره، اینی میشه رکوع. باز سر خوبال منی سمی الله و لمن حمیده، باز موری سر خوبری مهر میری میشه سجده. 2 سجده منی، بعد رکعت دوم باز سوره حمد و بعد از سوره حمد سوره قل والله رو میخوانی، بعد امیتا دعای دیست دوباره مت رکوع، بعد 2 سجده تشهد سلام. و اگر گاهی موشه وقت آدم نداره، وقت تنگ است کار داره، فقط سوره حمد را هم اگر در 2 رکعت شی بخوانه این نماز برایشی کافی است. مستحبات چیرم بگم خیلی خوبه. مستحبات و آدابی از این نمازی وتیره چیه؟ اولنا ادب شی و استحباب شی میه که نشسته بخوانی را، گرچه که استاده هم بخوانی، 1 رکعت استاده بخوانی هم درسته، یا امور نشسته 2 رکعت بخوانی، چون بارها برای شما عرض کردم دیگه که استاده نماز را اگر نشسته بخوانی باید 2 رکعت بخوانی. 2 رکعت نشسته اندازه 1 رکعت استاده است دیگه. لیکن درباره دیگه نمازها گرچه که است مستحب استاده شده بخوانی، اما درباره نماز وتیره مستحبیه که نشسته بخوانی. دویمنه استحباب شی که خیلی زیبایه و اهل بیت پابند ازو بودن، فرمودن که بهتر است در اولنه رکعت بعد از هم سوره واقعه را بخوانین و در دویمنه رکعت بعد از هم سوره قل والله را بخوانین. این خلاصه چند مستحب را شما را یک جای مگم. اهل بیت فرمودن مستحب انسان منی نمازی وتیره منی هر 2 رکعت چی 100 آیت قرآن را بخوانه و گفتن بهتره که امو 100 آیت را در سوره واقعه و سوره قل والله بخوانه. که امام باقر علیه السلام همیشه که نمازی وتیره را میخواند فرمود که ما دمزی طریقه میخوانم. امام باقر فرمود یعنی بعد از منی رکعت اول بعد از هم سوره واقعه را میخوانم و در رکعت دوم بعد از هم سوره قل والله را میخوانم. امام باقر این سیرت چی بود و همچنین دیگه اماما هم امی طریقه را انجام میدادن. دیگه خوبه کسایی که میتونن، چون سوره واقعه تو خیلی طولانی نیه، یعنی 5 دقیقه 6 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. 96 آیت داره دیگه، 96 آیت هزی میشه. سوره قل والله هم که میخوانی 4-5 آیت او داره، کلا میشه 100 آیت دیگه. مو استحباب 100 آیت قرآن را هم تکمیل کردی و سوره واقعه خوشی بعد از نماز عشاء کلی فضیلت داره که قبلنا یک مجلس هم درباره سوره واقعه خوانده بودم.
فضایل بیشتر اونجا بیان کردم. کسی که این رنگ نمازی وتیره را بخانه درباره زو فرمودن که فردایش امکان نداره گشنه خو کنه، خدا اتمندازی رزق میرسنه. لذا کسایی که بیشتر بر المشکلات روزگار را دارن، خیلی حالا کار نداره یا کارشی کم، درآمد چی کمه، اونا حتما خود خورا پایبند نمازی وتیره کنن و در ازی طریقه که امام باقر علیه السلام میخواندن و دیگه اماما که در رکعت اول بعد از هم سوره واقعه را بخوانه و در رکعت دوم بعد از هم سوره قل والله را بخوانه. پس این دویمنه استحبابی از این نماز شد. سیمنه ادب شی و استحباب شی است که نماز وتیره را بعد از تعقیبات نماز عشاء بخوانه. وقتی تعقیبات نماز عشاء را تمام کرد، از او بعد ای نماز را بخوانه. گرچه تو خین وقتی ازی که وقتی نماز وتیره بعد از نماز عشاء تا نصف شب شرعیه. حالا در این ملکه ازمون نصف شب تقریبا 12 بجه شاو 11 نیم بجه شاو ایتر تاوال موشه، تقریبا حدودای شینمی است بین 11 نیم تا 12 نیم را در طول سال فرق مونه. دیگه وقتی نماز وتیره دمزی بین است از بعد از عشاء تا نصف شب را. لیکن گفتن مستحبیه که فوراً بعد از عشاء بخوانه، البته بعد از اینکه تعقیبات را تمام کرد. خب ارگودم یک سری تعقیبات نماز عشاء را میخوانی، خوب هم است. چند تعقیبات مشترک را در پیشنه مجلس بیان کردم که فوق العاده است. دیگه تعقیبات نماز عشاء را که خواندی از جمله سجده شکر را هم که کردی، چون آخرنا تعقیبات سجده شکر دیگه که زو بعد بال شدم و پسی کارای خو دیگه سجده شکر را هم که تمام کردی، کلا تعقیبات خواندی، سجده دعای خرم کردی، سجده شکر هم که کردی، مستحبه که اینی وقت نماز وتیره را بخوانی و از او بعد بال شدم و پسی کارای خو دیگه. واقعا یک بسیار خوب نماز ای مستحبات شی. لیکن عجیب گبیه خارا برادر، عجیب گبیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این نماز را نمیخواند. خودی رسول خدا دیگر تاکید میکرد اصحاب خورا و مو که پیروای زوسته تاکید میکرد که نماز وتیره را بخوانین، اما خودی آن حضرت این نماز را نمیخواند. که یک نفر مای از امام صادق علیه السلام علت زیر پرسان منه. وقتی میگن امام خیلی تاکید مونه درباره نماز وتیره و بر المستحبات شیر مگا فضایل شیر درو مگا امام صادق علیه السلام و دایی حدی که امام مگا خیلی زشت قبیحه که یک آدم مومن باشه، خود خو مومن بگه لیکن نماز وتیره را هر شب نخانه. بعدی طریقه نماز از امام پرسان، امام طریقه شی مگا که برای شمار سدم. بعدی نفر پرسان مونه چون شاید شنیده بوده، مگا ابن رسول الله، آیا خودی رسول خدا همی نماز را میخواند؟ نماز وتیره را که ویتری کوچک شده است، نماز شبی خلاصه شده و کوچک شده است، آیا رسول خدا می نماز را میخواند؟ دیگه امام صادق علیه السلام مگه که نه، رسول خدا این نماز را نمیخواند. دیگر را تاکید میکرد مو اهل بیت میخوانی اما رسول خدا نمیخواند. دیگه این راوی پرسان نموگه ابن رسول الله، خب چطور ممکنه چرا رسول خدا نمیخواند؟ بعد امام صادق علیه السلام علت چی بیان مونه که خیلی زیبایه. امام مگه تو خین چون یک از فضایلی از این نماز یکی جای نماز شب را میگره، خصوصا برای زو مومنی که عموم شب از دنیا بوره. تو خین نماز شب قدر مهمه که خدا مگه تام عموم شب اگر مومن قرار از دنیا بوره هم به نماز شب از دنیا نره. دیگه امام مگه چون که نماز وتیره یک فلسفهش، یک حکمت شیه که جای نماز شب را بگیره برای یک مومن و او اگر او شو از دنیا رفت، دیگه برایش نوشته شونه که نماز شب را خانده از دنیا رفته، لذا باید هر مومن بخوانه، چون موها که خبر نداریم شب آخر زندگی مست، یعنی ما موافق در نماز شب در وقت سحر مشم یا نمشم میشورم مو خبر نی، لذا مو بخوانی. اما رسول خدا چرا نمیخوان؟ چون رسول خدا خبر داشت که کدام شب یا کدام روز از دنیا موره. برای رسول خدا وحی نازل میشد، دو خاتم النبیین بود. امام صادق علیه السلام مگه رسول خدا خبر داشت از طریق وحی که امشب از دنیا موره یا نموره.
و چون خبر شد از طریق وحی و از طریق فرشته ها، لیسا چون خبر داشت که مثلا امشب از دنیا نمورم و وقتی سهر خودی نماز شب را کامل میخوانم، لیزا لازم نبود که خود از اون نمازی وتیره را بخوانه. این موها که خبر نداری مویر خانده خواو کنی. دی خلاصه خواهر و برادراتو چقدر مهم است نماز شب و آخرنا رکعت نماز شب که ور نماز ویتر موگه این قدر مهم که خدا موگه اگر بنده ما یک وقتی خواو رفت، خسته بود، مسافرت داشت، نتانست خانده، بازم او از نماز شب محروم نباشه. دیزا نماز وتیره را بخوانه. پس مو هم سعی کنی که اهل نماز شب باشی، بخوانی نماز شب از گیر مور بعدن قضاییشی بخوانی و همچنین خود خوره پایبندی نماز وتیره هم کنی که 6 فضیلت داره و اما طریقش بسیار آسان و بسیار ساده است. امیدوارم که مطالب برای شما مفید واقع شده باشه. حتما دیگر هم خبر کن، دیگر هم تشویق کن درباره از این نماز و برای بنده اخیرم دعایی کامنت بیلین باعث تشویقی از ما موشه. لایک هم از یاشم نره، ویدیو رو لایک کن و السلام علیکم.